در اواسط قرن 19 میلادی جنبش بابی تمامی شهر نیریز را فرا گرفت و گروهی از مردم این شهر را همراه و همپیمان خود کرد. گروهی که نسل‌های بعدی آنها جامعه بهایی نیریز را تشکیل دادند. بابی‌های اولیه مردان و زنان عادی ولی مؤمنی بودند که به قوه تعالیم حضرت باب و حضرت بهاءالله همچون چشمه‌ای جوشان سرشار از نیروی معنوی گردیدند. اما متاسفانه این شهر کوچک در 3 دوره متوالی توسط حکومت سرکوبگر دولتی مورد اذیت و آزار شدید قرار گرفت. اذیت و آزاری که هنوز هم از طرف دولت مرکزی ایران با همان شدت بر کل جامعه بهایی آن کشور اعمال می شود. کتاب صبح بیداری بازگویی مصائب و بلایا و اذیت و آزارهای مردان و زنان بابی و بهایی در طی این 3 دوره است. داستان استقامت مردانی است که تا پای جان برای حفظ ایمان و عقیده خود ایستادند. و اشهد بانک آمنت بجوهر المقصود واشتعلت بالنار الموقدة في سدرة الوجود ووصلت إلى مقام منابع مورد استفاده مؤلفین این کتاب دکتر حسین اهدیه و هیلری چپمن، کتاب‌های بهایی و غیر بهایی و همچنین از همه مهمتر خاطرات و روایات منتشر نشده خانواده‌های بابی و بهایی نیریز است. کتاب صبح بیداری خواننده را گام به گام با تجارب تلخی که این بابی‌ها به عنوان پیشگامان روحانی و معنوی متحمل شدند همراه ساخته و او را با حقایق آنچه که بر سر آنها گذشت و با روح ایثار و فداکاری و قوه الهام بخش ناشی از جانبازی‌هایشان آشنا می‌سازد.